مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه، یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. این روزها خبر بازداشت روح الله اعظم در صدر اخبار رسانه‌های مختلف قرار گرفته. هنوز مکان بازداشت روح الله اعظم مشخص نیست و خیلی از افراد با دنبال اخبار و جزئیات بیشتری از بازداشت مدیر آمد نیوز یعنی روح الله اعظم هستن. همچنین یکی از ادمین های این کانال شیرین نجفی که امروز آخرین اخبار و واکنش ها هم از طریق نمایندگان مجلس هم از طریق سپاه رو براتون منتشر میکنیم. همچنین یکی از افرادی که در اولین اعترافات روح الله اعظم ازش نام برده شد، محمد حسین رستمی، یک فایل صوتی ازش منتشر میکنیم که جوابیه صدا و سیما رو داده و گفتن که او با رسانه آمد نیوز همکار بوده و از طرفی اولین واکنش روابط عمومی سپاه پاسداران ایران بوده که در خبری اعلام کرده که در آینده نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از مسائل مربوط به سرشبکه کانال آمد نیوز قرار خواهند گرفت و گزارشی در این خصوص از رسانه ملی پخش خواهد شد. بخش عمده‌ای از اعضای شبکه زم شناسایی شدند و دسترسی نسبتاً مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده به این شبکه ضد انقلاب و سرویس‌های خارجی حامی اون وجود داره و نیاز چندانی به اعترافات مرسوم توسط این شخص یا همون روح الله اعظم نیست. یعنی میخواد بگه که انقدر اسناد مدارک ما کامله که دیگه نیازی نیست طرفو بشونیم جلوی دوربین ازش اعتراف بگیریم، ولی در روزهای آینده فیلم‌های بیشتری منتشر میشه که این هم جالب هستش و ببینیم که چه مستندی قرار هستش از صدا و سیما پخش بشه. از اون طرف جواد کریمی قدوسی که این روزها زیاد توییت میکنه یه توییت جنجالی دیگه هم منتشر کرده که جالب هستش. در توییتش گفته که 2 نفر از خبرنگاران و ادمین‌های تلگرامی آمد نیوز و رسانه زنجیره‌ای که در سال 95 و 96 دستگیر شدن اعتراف کردند که با یکی از وزرای وقت ارتباط مستقیم داشت و از آقای واعظی وزیر ارتباطات وقت کمک مالی دریافت می‌کردند. باید ببینیم که در روزهای آینده در این خصوص چه واکنشایی هست. اما اخباری که منتشر شده در پشت پرده‌ام جالب هستش. گفته میشه که سال 96 در موج اول دستگیری‌های ادمین‌های تلگرامی آمد نیوز 4 رابط روح الله اعظم دستگیر شدن. یکی از اونها در دفتر حسام الدین آشنا مشاور ویژه رئیس جمهور یعنی آقای روحانی بوده. دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست جمهوری و مرتبط با آقای محمود واعظی بوده. سومین رابط در دفتر آقای مرتضی بانک و چهارمین رابط در قوه قضاییه و نزدیکان لاریجانی بوده که با این کانال در ارتباط بودن و تحت تعقیب قرار گرفتن و اینم جالبه. اما اولین فیلم اعترافاتی که از روح الله اعظم منتشر شد، روح الله اعظم میاد جلوی دوربین و یه فایل صوتی پخش میکنن که میگن که آقای محمد حسین رستمی با روح الله اعظم در ارتباط بوده. اینو ببینیم بیایم جوابیه محمد حسین رستمی که در حال حاضر در زندان اوین هستش هم جالب است. ببینید. تقریبا یه هفته اونجا بود. این جدیدترین گفته های روح الله اعظم است. 2-3 بار من رستمی رو دیدمش. سطح دسترسی چقدره؟ او درباره این شخص صحبت می کند. محمد حسین رستمی که سال 94 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده. انقدر هست که بتونی مختصات عملیات بدی، انقدر هست که بتونی مثلا 2 روز 3 روز 4 روز قبل از یه عملیاتی بگی میخواد عملیات بشه که ما خبرش رو کار بکنیم و اینا. گفت سطح دسترسی بالاست. محمد حسین رستمی در یکی از محورهای عملیاتی سوریه حضور داشته و با رژیم صهیونیستی ارتباط جاسوسی برقرار می کند. او از طریق کانال‌هایی به روح الله اعظم نیز وصل می شود و سپس مستقیم به روح الله اعظم اطلاعات جاسوسی از فعالیت‌ها در سوریه ارائه می‌داده. چند تایی خبر فرستاد و فکر کنم 4 تا 5 تا یادم نیست دقیقاً. خبر فرستاد و برای پول از طریق صرافی فرستادم. حالا تو هم همه چی رو اینجا بگو، همینجوری هم که من زیر رصد هستم. نه پول نرسید دستم، پول برسه همه چی میزنی. رولا پول جور کن. این مال آخرین صوتشه. پول جور کن. پول. من خودم یادم 2-3 بار بهش پول داد. گفته های این دو طرف نشان می‌دهد آمد نیوز صرفاً یک پوشش بوده و روح الله اعظم برای سرویس های جاسوسی خبررسانی هم می‌کرده. مشخصات محور عملیاتی رو می‌خواستی، زمان عملیات رو می‌خواستی، نقطه عملیات رو می‌خواستی که میگی تو کانالم بذارم به عنوان اینکه خبره. این به درد کی می‌خوره؟ خب قسمتی از اولین اعترافات روح الله اعظم رو دیدیم که اونجوری که گفته شده روح الله اعظم گفته من 2-3 بار به این شخص پول دادم ازش
اطلاعات و آمار گرفتن و باید ببینیم که حالا در روزهای آینده چه اتفاقاتی میفته. اما محمد حسین رستمی در داخل زندان فایل صوتی هلوش 20-25 دقیقه‌ای منتشر میکنه که مشخص هستش که این فایل صوتی از طریق یک تلفن همراه داخل زندان ضبط شده، چرا که اگر از طریق زندان و از طریق تلفن‌های زندان باشه یک فایل پخش میشه بعد از فایل صوتی هر 30 ثانیه یه بار که میگه که این تماس از طریق زندان اوین داره پخش میشه. اما جالب هستش که اصلا تمام این صحبت‌های محمد حسین رستمی در داخل زندان پشت سر هم هستش و بدون قطعی و گویا در داخل زندان اوین تلفن است. البته اون کسایی که در زندان رفتن میدونن که در زندان پیدا کردن تلفن کار راحت و آسونی هستش. قسمت‌هایی از این فایل صوتی هم ببینیم. فایل صوتی پخش شده کجایش متعلق به من و یا خطاب به روح الله زم است؟ اگر من از این فرد پول گرفتم چرا در حکم صادرم هیچ گونه ردمالی وجود ندارد؟ نشانه متقن این که در حکم بنده ردمالی نیست. اطلاعاتی در مورد سوریه یا هر جای دیگر به صورت واقعی به روح الله زم دادم، آن اطلاعات را به شما مردم بزرگوار نمایش دهند تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. من هماره با افتخار مدافع عقیده و ناموس و کشورم و ملتم بوده و هستم و خواهم بود و تا آخرین لحظه حیات نه پشیمان و نادم بلکه مفتخر و سربلندم. روح الله زم فاسق است و شهادت فرد فاسق خالی از هر گونه اعتباری می باشد. بعد از اینکه این فایل صوتی بیرون اومد جنجال‌های زیادی به پا شد و مشخص هستش دیگه. حالا رسانه‌های خارج از کشور میگن اعترافات اجباری گرفته شده، رسانه‌های داخل میگن اصلا ما نیازی به اعتراف نداریم، اینقدر سند و مدرک وجود داره که نیازی به اعتراف نیست. خب ما هم سعی می‌کنیم که هر دو طرف قضیه رو ببینیم. از اون طرف قوه قضاییه هم نسبت به این فایل صوتی واکنش نشون داد و گفتش که حالا به هر حال این فایل صوتی اومده بیرون اما ما سازوکارهای خاص خودمون رو داریم. بریم واکنش سخنگوی قوه قضاییه هم در خصوص این اتفاقات بشنویم. جالب است. انتشار برخی فایل‌های صوتی در فضای مجازی از سوی مجرمین زندانی که هر از گاهی تکرار می‌شود این سوال رو در ذهن‌ها مطرح کرده که سطح حفاظت در زندان‌ها چگونه است؟ برقراری تماس تلفنی از زندان با خانواده و بستگان از جمله امکاناتی است که در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی برای زندانیان ایجاد شده. به این فرصت فراهم شده که اینها بتونن از زندان با خانواده و بستگانشون تماس بگیرن و احوالپرس اونها باشن. بله. ما در فرایند مکالمه زندانیان با خارج از زندان امکانی که خود زندان فراهم کرده محتوای مکالمات رو نه تأیید میکنیم و نه کنترل. منتها مواجه با این شدیم که برخی از زندانیان از این طریق مبادرت به کلاهبرداری میکردند. برای اینکه جلوی کلاهبرداری این افراد شیاد گرفته بشه در سامانه تماس تلفنی زندانیان یک پیام صوتی کار گذاشته شد که در فواصل معین این پیام صوتی اعلام میکنه که مخاطب محترم تماس گیرنده با شما از زندان اوین، زندان قزل‌حصار یا زندان رجایی شهر با شما تماس میگیره. این برای این انجام شد که در تماس‌هایی که با بیرون انجام میشه و بعضن کلاهبرداری میکنن این کلاهبرداری ها از بین برود. اما محتوا رو کنترل نمی کنیم. با خانواده طرف صحبت میکنه، در ضمن صحبت با خانواده در طرف دیگر خط خانواده صوت رو ضبط میکنه و این صوت رو در اختیار فضای مجازی و بخش‌های مختلف قرار میدن. یه اقدام جدیدی در سازمان زندان‌ها باز در این زمینه شروع شده و اون این که به هر زندانی گفته شده یه نرم افزار جدید تهیه شده و به زندانیان گفته شده که شما هدف از تماس شما خانواده و بستگان به عقارب درجه یک شما شماره اینها رو بدید و در این سامانه صرفاً با همون شماره ها میتوانند تماس بگیرن نه با شماره های دیگر. این هم یه اقدامی است برای اینکه عوارض تماس با زندان به حداقل برسه. پس اصل تماس با زندان این گونه نیست که بگوییم تماس با خارج از زندان ممنوع است، حق تماس ندارند. اینها تماس میگیرند. بله، در تماس گرفتن با اعضای خانواده در کنار اینکه احوالپرسی میکنند و از وضعیت خود خانواده مطلع میشن، مطالبی رو بعضن غیر واقعی، کذب، ادعاهای بی ربطی رو هم
مطرح میکنن و اینها در خارج از زندان ضبط میشه و به مراکزی که مد نظر اون زندانیان هست برای بازنشر در فضای مجازی در اختیار اونها قرار گرفته میشه. البته ما نسبت به برخی از زندانیانی که تحت قرار هستند جرم‌های سنگین انجام دادن و برابر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نمی‌توانند از این تماس‌ها استفاده کنند، بعضا مواجه با این بودیم که به طرق مختلف تلفن همراه رو به صورت غیر مجاز وارد زندان‌ها کردند و از اون طریق تماس داشتن که اون موضوع هم در دستور کار قرار گرفته و جدیت لازم انجام میشه. خلاصه مطلب این که نفس تماس تلفنی با خارج از زندان از طریق تلفن‌هایی که در اختیار زندانیان هست یک امر کاملا رایج در نظام زندانبانیه. بله، صحبت‌های مسئولین قوه قضاییه هم شنیدید و واکنششون هم جالب بود. از اون طرف مسئولین عراقی هم بازداشت روح‌الله اعظم در عراق رو تا این لحظه تکذیب کردن، گفتن که اصلا این شخص در عراق ورود نکرده. بعد ببینیم که در روزهای آینده جزئیات بیشتری از بازداشت روح‌الله اعظم بیرون میاد یا نه. اما سپاه پاسداران اونجوری که اعلام کرده گفته که ظرف 48 ساعت آینده یک مستند منتشر میکنیم و نحوه بازداشت روح‌الله اعظم رو شرح میدیم. هرچند روز گذشته یک مستند پخش شد که قرار بود که توی اون مستند بگن که چجوری روح‌الله اعظم بازداشت شد، اما اعلام نکردن و منتظریم ببینیم در روزهای آینده چه اخبار دیگه بیرون میاد. کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما به محض اینکه اخبار جدید به دست ما برسه براتون منتشر میکنیم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.